پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین دنیا از روزی که الله تعالی حضرت آدم را آفریده است تا روز قیامت بآداب‌ترین شخص رقم اول در دنیا هستند. بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی پرسیده شدند که خلق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بود، گفتند که کان خلقه القرآن. خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود، یعنی 100% به قرآن عمل میکردند. هر چیزی که در قرآن دیدی پیامبر علیه السلام قرآن زنده بودند گفتند. و الله تعالی هم سوگند یاد کرد به خلق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و انک لعلی خلق عظیم، و تو صاحب خلق عظیم هستی، یعنی بزرگ هستی. خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ و این خلق و آداب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در گرد و اطرافشان مردم جمع شدند، دین مقدس اسلام را قبول کردند. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو یک شخص درشت معامله، بی آداب و بی اخلاق می شدی، لانفضوا من حولک، مردم از اطراف تو می گریختند. فبما رحمت من الله لنت لهم. مهربانی الله تعالی بود که تو به مردم ملایمی کردی. الله تعالی به موسی و فرعون، به بدبختترین مرد آن وقته، به موسی و هارون برادرشان، به سرکشترین دشمن که حتی دعوای الوهیت و دعوای عبودی الهیت کرده بود، وقتی که آنها را امر کردن به سوی فرعون رود، قولا له قولا لینا، به فرعون سخنی ملایم گوید گفتم. این دین مقدس اسلام را با حکمت، با سخنی ملایم، با آداب به مردم رسانیده می شود. شخصی که بی آداب است، شخصی که دغل هست، درشت معامله هست، از او مردم این دین مقدس اسلام را قبول نمیکنن. با نص قول الله تعالی فبما رحمت من الله لنت لهم. مهربانی الله تعالی بود، این یک نعمت الله بود برای تو داد، خلق بزرگ را تو داد تا اینکه تو مهربانی به مردم کردی. فلو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو درشت معامله و صاحب خلق بیزیب می شدی، مردم از اطرافت می گریختند.